تو در اونجا تو ایش در اینجا تو تو واس کنیم تو واس حسد چی ای دور خیخ دستی تو سرشد یک بیا اینجا ای شرم نمیدانی با وای خودت مایدر میزنی من اینو بخو برای چقه نشم تو ایسو بگذار ایسو تو ایسو تو ایسو تو تو ایجاد تو ایجاد تو شما همتون در بین تو شما دو خروزی به عقل چه جمع نکنه اینجا بیا من تو السلام علیکم مصطفی تو السلام علیکم مصطفی و علیکم السلام بیا بچه السلام علیکم سلام علیکم مصطفی نازی بچه تینجی بردمه چی؟ اول که نازی تینجی سلامتی اکال خوبه سلامت باشه ما را شناختی؟ سازه که کجای دیدم تانه بچه ما کارمندان شعبه نظارت سانیتری اپیدمیولوژی شهر شما که من در نزدیکی شهر زندگی میکنین ما همین نظارت کرده میستیم در خونه چوروای کلان شاخدار هم داری؟ چوروای کلان شاخدار؟ نه بچه هم من نمی چوروای خردی تاجدار دارم همینه ها؟ اینم یکا همه شای خرده چوروای خردی تاجدار انا بابی جان این مرغا را چی میتی که قفر بهنی ها؟ تو این مرغا را چی میتی که قفر بهن میگون؟ یادم گندم میتون بچه گندم اینا همین گندم دوست میدارم تو مصطفی تو لبه ممکن نیست تو میدونی اوخی گندمه این گندم بسیار برشکو بته یک آدم دا بکوره زمینو دا اوخی این گندم آدمیزاد باید آرد کرده بخوره همیره نمیدونی ممکن نیست ممکن نیست گندم باید آدمیزاد آرد کرده بخوره این رو آرد کرده خودن در کار ای مصطفی خیلی ماله به خاطر یکم دفعه خیلی نفهمیده گندم دادن تو گندم باید آدم بخوره مرغ نه برای یکم دفعه خیلی نفهمیده گندم دادن تو ما شما را 100 سومونی جریمه میکنیم چند سوم بچه 100 سومونی بچه بچه میره خراکش هم نه وای ممکن نیست مصطفی خب بچه خب 100 سومونی جاری ما اینا مصطفی 100 سومونی گندم عموما نتین فهمو؟ اکش ای شما دو تیم فایده نیست 100 سومونی اشتراف بیا مصطفی 100 سومونی من 100 سومونی 100 سومونی بیا او رحمان مصطفی من مرحمت خب مالش مصطفی خب رفتی مالش مالی باشه خب ودی کش
بلند نکنی خود که برای یعنی گندم دادنم برای گندم برای آخی اما چیکار کنم که همین گندم هم خوراک مرغ شده یا هم خوراک آدم بله 100 سامان برای دام دادنی کش 100 سامانی رو گرفتم بردن شما با آواز بلند نکنه این همین دان شما رو دادم که همین خیلی کردن چیکار کنم من داغدارم شما رو گشنه نمانم این دفعه بیاین من چی گفته باشم من شما رو دیگه چی میخورانم ما خیلی بقیری گندم این دفعه بیاین چی میگفته باشم چی می یافتم که این دفعه بیاین اینجا بیاین تو من با یک دفعه دیگه هم که بیاین تو جانم کار من اتدام تو انا اتدام تو سلام علیکم مصطفی و علیکم سلام علیکم بیای بچم سلام علیکم السلام علیکم مصطفی نغزه که بچم تینجی احوالاتان خوبه تینجی های بچم تینجی نشناختی مصطفی نشناسم تانو بچم ما همون کارمندای همون شعبه نظارت سانیتری اپیدمیولوژی هم شهر ما هر ماه همین خبر میگیریم میگم مصطفی همین حیرانم ده همین مرغاتونو چی میتین شما این قفر بفر بیای با گندم میتی نه بچم ها نگاه کن مرغای من نه که چقدر روشنه که خوش رو مکن هر یک کدامش نه در تنگ پوستش یک بجا روغن داره بچم فهمیدم من همون رو گفتم که با گندم دادیسی شما نگاه که با آوازشان چی تو بلند شده نه که من یاد دیگه گندم نمیتون بچم چی دادیسی؟ گندم نمیتون شونه من یادم این بعد فقط شکلات میتون شونه شکلات تو شما بخیره بچم بگیره شما مصطفی تو بیس ممکن نیست اوخی مصطفی این شکلات چقدر غذانکیش بلنده یا اوخی در مرغ میتی مرغ تخم میکنه تخم میبره آدمو میخورن اوخی برای کسلی قند برای کسلی فشار خون ممکن نیست عموما ممکن نیست شیرینی دادن همین رو نمیفهمین شما ممکن نیست مصطفی آخه که بار دیگه هم که نفهمیدیم ما مجبور میشیم که ما شما را 300 سومونی جریمه کنیم جریمه 300 سومونی بیا تسر کنیم بیا تسر کنیم ما وقت نداریم بیا دیگه جلوی چند سومونی 300 سومونی 300 سومونی گوش کن پاپالام نه برکت نمیشه برکت بیاری بچه پاپالام نمیشه برکت بیاری بچه بس شده خیلی برازی شو بچه برکت بیاری برازی شو اکای واسه دست بکنی شد بله شد ای سلامت باشه شد سلامت باشه پاپالام باشه 150 سومون بیا بیا این همیشه اینه بچه همیشه رحمت خب مالش مصطفی رحمت شام کش چیکار میکردم شما دیگه تا بکردم چون دان نته شکلات نته میشه یافتم این مرغای خوش روی من بخرم بگنده
تو وانگی وانگی وانگ تو وانگی وانگی وانگ تو بودی در تاریسان تو وانگی وانگی وانگ تو بودی در تاریسان تو بودی در تاریسان تو وانگی وانگی وانگ سلام علیکم مصطفی سلام علیکم چه نازی خیلی بچه نالا نازی خداک تا نازی ای سلامت بشینه بچه نه اما را شناختی آخی همه شناسم تانو بچه مرغا چی کلا مرغا نغز نازه خشرو اینه روشنک فر به حق وای مصطفی سندن لبه یخه فربه هم با فکر با شکلات دادش یا نه بچه یافتم گندم دادش یا نه گندمون نه شکلات خب چی میتیشون هولا میخه فربه هنی رو بی گوش که بچه می وقتی آخیران پل در دست خودشون میتون خودشون ای بازار خرید میکنن